توی اپیزود قبل راجع به تصمیمایی گفتیم که هیچ وقت عملی نشدن. تصمیمایی که فقط توی ذهنمون موندن. به خاطر اینکه یه صدای پنهون مدام میگفت الان نه، شاید بعداً، شاید یه وقتی که بهتر شدم. اما پشت همه این شایدها چیه؟ امروز توی این اپیزود قراره به جوابش برسیم. سلام، عرض ادب و ارادت. من پیمان سرابندی و اینجا فصل تغییر. خیلی خوشحالم میکنین که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از من حمایت کنین تا این مسیر رو با هم دیگه طی کنیم. جالبه بدونین بیشتر تصمیمات ما منطقی نیستن، احساسی هن. یعنی حتی اونجایی که میگی من کاملا منطقی ام، مغز احساسیته که تصمیم گرفته. حالا هم دنبال دلیل و علت تا اونو توجیهش کنه. یه مثال شخصی از خودم بگم بهتون. تقریبا 5 سال پیش وارد یه رابطه شدم. قبل از اون تمام جوانب رو از نظر خودم در نظر گرفتم و با خودم گفتم پیمان این منطقی ترین تصمیم بود که گرفتی. اما کمتر از 1 سال به شکست منجر شد. اونجا کامل این موضوع رو با پوست و استخوان درک کردم. این افکت علمیه. ذهن ما اول حس میکنه، بعد تصمیم میگیره. بذارید یه مثال ساده بزنم. تا حالا شده گوشی بخوایم بخریم، بعد ناخودآگاه از یه گوشی خوشتون بیاد، بعد برین 1000 تا نقد و بررسی میخونین راجع به اون گوشی تا ثابت کنین که تصمیمتون درست. این همون تصمیم احساسی و توجیه منطقی. خب بیایم یکم علمی‌تر راجع بهش صحبت بکنیم. ما یه چیزی داریم به اسم اثر هاله‌ای. اثر هاله‌ای یه سوگیری شناختیه که بر اساس اون باعث میشه که یک ویژگی مثبت یا حتی منفی به کل قضاوتمون راجع به یک فرد یا یک چیز تعمیم داده بشه. در واقع ذهن ما تنبلی میکنه. به جای اینه که هر ویژگی رو جداگانه تحلیل بکنه، یه ویژگی رو بزرگ میکنه و کل قضاوتمون رو به اون تعمیم میده. برای اثبات این نظریه یه آزمایش معروف هم داریم. به 2 گروه عکس یک معلم رو نشون دادن. به گروه اول گفتن که این خیلی معلم خوش برخورد و خوش صحبت و خوش رویه. به گروه دوم گفتن که خیلی معلم سرد و خشکیه. بعد به هر 2 گروه گفتن نظرتون رو راجع به لهجه و حرکات این معلم بگید. جوابش خیلی جالب بود. گروه اول عملکردش رو کاملا مثبت ارزیابی کرد و گروه دوم کاملا برعکس. اینه قدرت اثر هاله‌ای. یعنی فقط یه برچسب احساسی کل قضاوتشون رو شکل داد. خب همونجوری که تو اپیزود قبلا بهتون گفتم، مغز ما شامل 3 لایه است. مغز خزنده، مغز احساسی و مغز منطقی. توی فرآیند تصمیم گیری اول مغز احساسی وارد عمل میشه. اینجوریه که یه حس خوب یا بد نسبت به یه موقعیت یا یه فرد شکل میگیره. بعد از اون مغز منطقی وارد میشه تا با دلایل ظاهرا منطقی اونو توجیهش کنه. پس فرآیند تصمیم گیری ما این شکلیه: احساس، تصمیم و توجیه منطقی. اینجاست که اثر هاله‌ای وارد میشه. اول یه حس اولیه میسازه و بعد همه چیز رو از اون فیلتر رد میکنه. یه اشتباه رایج هم وجود داره. ما فکر میکنیم که فکر میکنیم. خب تا اینجا ما فهمیدیم که اثر هاله‌ای چیه و تأثیرش روی تصمیم گیریمون به چه شکله. ما فرایند تصمیم گیری رو هم متوجه شدیم که احساس، بعد تصمیم و بعد توجیه منطقی. حالا بریم سراغ تمرین کاربردی این اپیزودمون. تمرین امروزمون کاربرد شکافی یه تصمیم احساسیه. قبل از هر چیزی اگه قلم و کاغذ با خودت نداری ویدیو رو نگه دار و قلم و کاغذ بیار. یک تصمیم مهم که حداکثر تا 6 ماه گذشته گرفتی رو روی کاغذ بنویس. میتونه وارد یه رابطه شدن یا ترک کردن یه رابطه باشه، میتونه خرید یک وسیله باشه یا میتونه تغییر شغلت باشه. فرقی نمیکنه. براش مواردی که الان میخوام بهت بگم دقیق بنویس. سوال اول: اولین بار چطور به اون تصمیم فکر کردی؟ دقیقاً کی و کجا؟ آیا تو اون لحظه احساس خاصی داشتی؟ مثل لذت، حسادت، فشار اجتماعی یا هر حس دیگه؟ چه ویژگی‌هایی از اون موقعیت یا فرد تو ذهنت پررنگ‌تره؟ ظاهرش، لحنش، فضاش؟ آیا حالا که بهش فکر میکنی اون ویژگی خاص باعث شد بقیه چیزا رو نادیده بگیری؟ حالا از خودت بپرس: اگه اون حس اولیه نبود
بازم همین تصمیم میگرفتی؟ اگه از اول منطق خالص وسط بود نتیجه چی میشد؟ انجام دادن این تمرین باعث میشه که تو تأثیر اثر حاله‌ای رو روی تصمیم‌های مهم زندگیت متوجه بشی. خواهش میکنم که این تمرین رو چندین بار انجام بده، چون انجام دادنش باعث میشه که تو تأثیر اثر حاله‌ای روی احساساتت رو متوجه بشی و بعد کم کم اون رو حذفش کنی. یه سوال اینجا بی جوابه. اینکه ممکنه زبان بدن، رفتار یک فرد و حتی ظاهرش گولمون بزنه. توی اپیزود بعد میخوام راجع به یه موضوع جذاب صحبت کنم. اینکه چطور با خودمون مذاکره بکنیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی. با لایک و کامنت و سابسکرایبت از من حمایت کنین تا با همین مسیر تغییر رو پیش بریم.